من پدر این بیمار مدلیف فیروز مدلیف نوروز می باشم. پسر من از سال 2010 این جانب به این بیماری دچار شده است. وقتی که اولین مرتبه وی بیمار شد ما او را به کلینیک رقم 5 شهر دوشنبه آوردیم. در اینجا تشخیص گذراندن و آنها به چنین خلاصه آمدند که به کسلی گرده گرفتار شده است. یکی از گرده ها تماما سوس کار میکند و دیگری به حسابی کار نمیکردگی. برای پیوندسازی گرده ها من راستی گرده نیافتم و به آن خلاصه آمدم که گرده خود را به این کس چسبانم، اما مبلغی یافت نکردم که حتی گرده خود را به آن بچسبانم. 5 سال باز این جانب پسر من با قوه گیمادیالیز عمر به سر برده ایستاده است. من گفتنی هستم که هیچ کس به این کسل گرفتار نشود، چون که عذاب و عقوبت های این کس بیمار را من میدانم که هر شب و روز با گردش فشار بلند خون دچار می شود و از خوردن و از گشتن و از پیشاب کردن محروم است. ما هفته 2 مرتبه از ناحیه واسه به شهر دوشنبه برای گیمودیالیز میاییم که از روز سه‌شنبه تا روز جمعه در اینجا می ایستیم. روز سه‌شنبه گیمودیالیز را قبول کرده 2 روز 3 روز باز سرسان و سرگردان و به نوبت دیگر انتظاریم و روز جمعه این گیمودیالیز خود را گذرانده به ناحیه خود برمیگردیم. یعنی برای همه این مبلغ لازم است. تا حاضر من براستی دیگر مبلغی نمانده است که برای گذراندن حتی گیمودیالیز او صرف کنم. یعنی در خانه شخصان 2 کس ما کار میکنند و گیمودیالیز آن نمیرسد و مادرش نفقه خور در هیچ جا کار نمیکند و من خودم از 5 سال باز از قفای پسرم کار کرده نمیتوانم. برای تبابت یا که برای چسباندن گرده پسرم من به جایهای مخصوص یعنی به وزارت تندرستی به دستگاه پرزیدنت مراجعت کردم و همه به یک خلاصه آمدند که گرده لازم است و برای چسباندن او، اما مبلغ پیدا کرده نتوانسته شدم. این پسر 22 ساله من در حالتی است که محتاج برای چسباندن گرده می باشد. از شما یار دوستان برادران شخصانی که دستی دراز و اراده مستحکم دارید، اگر امکانیت داشته باشید برای چسباندن گرده برای این فرزند من کمک خود را رسانید. از آن نفرانی که قدرت یاردم کردن دارم برای جراحی من التماس میکنم که یاردم کنم.